اگه بنزینمون خالی شد خونه خودمون آب بریزیم زیتون بریزیم بعد دیگه بریزیم تو باک ماشین بریم. باک ماشین خوبه دیگه. من نمیدونستم همچی فرمولی هم هست گندم. فرمول منه دیگه. آها فرمول مخصوص خود تازه کشف کردی؟ آره. خیلی کار درسته شما. تو ایران از این زیتونا نیستش ولی اگه تو ترکیه خریده باشی آب مخصوصشم بخری. آب چی شو؟ مخصوصش. آب مخصوصش؟ آها خب. بعد یکمم پشم گربه بریزیم خب میشه غذای ماشین. پشم گربه، روغن زیتون با آب. آره. بابا خورد. دید داره ازت معذرت خواهی میکنه دیگه. من بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم که خورما اونجا برداشتم. میخواستم برات خورما بچینم. خورما چیدی ولی من نادون به جایی که ببینم نگاه کنم لذت ببرم برداشتم خوردم. نادونی کردم. براتون غذا درست کردم. گندم برات سری پیش خب ادای منو خیلی خوب در آوردی. ببینم قدای بابا رو هم میتونی در بیاری. بابا چجوریه همیشه؟ خوابه همش. چجوری میخوابم؟ مدل خوابم بابا چجوری میخوابه همیشه؟ بابا وقتی عصبانی میشه چیکار میکنه؟ گندم برو سر دیوار وایسا یا اگه نری وایسی بلندتر میگم اگه نگی خودم به زور میبرمت اون بر. بابا وقتی خوشحاله مهربونه چیکار میکنه؟ گندم بیا با هم بریم پارک. تو آهنگش میگیم ما دیگه نمیتونیم بریم بلوار یا بلوار تایم نرفتنی بریم منیشی عاشق رانیده. سلام مامان. خیلی قشنگ میخونی. خیلی قشنگ میخونی شما مامان. بخون. بگو فرایز چیه؟ به این حالت صدا میگن فرایز وکال. نمیتونم. چرا اون سری میتونستی خوب بود اون سری. چجوری میخوره تون؟ نکن وکال فرایز با کالفایز چی میگی دوباره؟ اصلا اونو ولش کن همینو بیانه. باک ماشین اگه گفتی کجای آدمه؟ نمیدونم. بنزین رو میریزن تو باک. خب ما غذا رو میریزیم کجا؟ تو دل. خب الان باک ماشین کجای ماشینه؟ دلشه. دل ماشینه. شکمشه. اگه زیاد بدیم بهش هر روز بدیم شکمش میاد پایین بعد اون زمینو کشه بعد نمیتونه راه بره با اگه زیاد بهش بدیم اینطوری از بالا اینجوری بلوپ میزنه بیرون. این موادای سیاه رو میبینی؟ خب اونو بنزین. به چیکار کنی فرسته؟ برم شنا کنم. منو شنا کنم. مگه بلدی شنا کنی؟ آره. چجوری شنا میکنی؟ یاد نمیدم. یاد نمیدی؟ نه حالا
حالا یه ذره به من شناتو یاد بدی چی میشه؟ چی نمیشه؟ خب پس یه ذره یادم بده چجوری شنا میکنی. نه. بخیل نباش مامان. نه. بیا بریم. خب من خودم میرم کلاس یاد میگیرم. شنا کردن رو یاد میگیرم. بچه دیگه برم. نه باید تو بری بزرگی. بچه میگن به تو بچه ها اینجوری میکنه تو کلاس. چرا به من میخندن بچه ها اینجوری؟ آخه تو گنده ای دیگه. خب من که گندم به تو میگم بهم شنا یاد بده یاد نمیدی مجبورم برم کلاس دیگه. کار بد کردم. از این به من کاراتو گوش بده دیگه دمی در ما گیش نکن. اینجا این نفر میخواد آهنگ بذاری من برات مینوازم. آهنگ نذار. برام چی کار میکنی؟ آهنگ مینوازم. مینوازی؟ یعنی از کجا اینا رو یاد میگیری بگی؟ بلا گرفته. من آزمایش دادم اینجا. چجوری بود آزمایشی که دادی؟ آزمایش درد نداشت؟ خرگوشم کی بود کلی بازی در می آورد خیلی؟ نمیدونم. تو نبودی؟ نه. داره خاله بابات بلد بابا اشتباه کرد. بابات بلد اینجا دیدی بذار رو دست من. بلدی بوس کنی گندو دست چی نه؟ چی نه؟ همینطوری باید بذار یه بی‌حس کننده برش بزن پنبه بی‌حس کننده ببین نگاه کن بذار بی‌حس کننده. به نظرت الان این گوشواره ها برای تو بزرگ نیست عزیزم؟ نه این انگشتره گوشواره ها برام بزرگ نیست. برای چیه؟ برای من. نه بگو برای چیه؟ نمیخوای پتو؟ بیا. گندم تو شبیه کی هستی؟ خودت بگو میخوام خودت جواب بدی. خب تو شبیه کی هستی؟